سانحه پرواز 9525 ژرمنوینگز. پرواز شماره 9525 شرکت هواپیمایی ژرمنوینگز 24 مارس 2015 در مسیر بارسلون به دوسلدورف در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد. توی این سانحه تمام 150 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. توی اون پرواز که 72 شهروند آلمانی و 50 شهروند اسپانیایی حضور داشتن، 2 ایرانی هم جان خودشون رو از دست دادن. میلاد اسلامی و حسین جوادی 2 خبرنگار ورزشی بودن که توی اون پرواز حضور داشتن و جون خودشون رو از دست دادن. تحقیقات نشون داده که کمک خلبان هواپیما آندریاس لویتز کنترل هواپیما رو به دست گرفته و به صورت عامدانه هواپیما رو به کوهی توی منطقه آلپ کوبیده. پس از این حادثه دردناک مشخص شد که آقای لویتز داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کرده و از زمانی که خلبان به طور موقت کابین خلبان رو ترک کرده، با قفل کردن در کابین کنترل پرواز رو به دست گرفته. نتایج گزارش‌ها نشون میداد که این کمک خلبان تو 5 سال پایانی عمرش نزد 41 پزشک و از جمله چند روانپزشک رفته بود. 7 سال بعد از سقوط هواپیما، حالا مقامات قضایی فرانسه به این نتیجه رسیدن که اقدام به خودکشی کمک خلبان قابل پیش بینی نبوده. دفتر دادستانی مارسی با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفته که هیچ کس نمیتونسته پیش از این حادثه کاری برای جلوگیری از این تراژدی انجام بده. در نتیجه و با تصمیم دادگاه هیچ مقصری توی این پرونده شناخته نشده و شرکت هواپیمایی ژرمنوینگز هم بی تقصیر بوده. اعلام این رأی واکنش خانواده‌های قربانی رو به همراه داشته. سوفی تونون، وکیل خانواده قربانیان، با ناامید کننده خواندن این تصمیم به خبرگزاری فرانسه گفته: متاسفانه این تصمیم بسیار ناامید کننده بود. برای خانواده‌ها غیر قابل تصوره که فردی که چنین آسیب‌های روانی داشته از سوی شرکت هواپیمایی شناسایی نشده. آلمان تو ژانویه سال 2017 تحقیقات مربوط به این پرونده رو بسته بود و کسی رو به خاطر این تراژدی مقصر ندونسته بود. توی اون زمان بسیاری پزشکانی رو که کمک خلبان رو معاینه کرده بودن مقصر میدونستن. خانواده قربانیان معتقد بودن که این پزشکان باید شرکت هواپیمایی ژرمنوینگز رو بابت مشکلات روانی که لویتز داشته مطلع می‌کردن. اما آلمان این اتهامات رو رد کرد و پزشکان رو در این ماجرا بی تقصیر دونست. خیلی ممنونم که این پادکست هم همراه ما بودین. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.